توجه توجه، کلی خطر کرده یه سبزه کاشتیم، بیشتر از این دیگه حالشو نداشتیم، گلمونو با جوهر سبز سرشتیم، یه بیانیه بدون خطر نوشتیم، اونو توی سایت کلمه نهادیم، میخوایم بگیم که خیلی باسوادیم. نگاه کنین به حال زار ما، ببینین افتاده فشار ما، با این سران بی بخار ما، همه بگین زنده با پلنگ صورتی. بیانیش واسه اوناست که دل و جیگر ندارن، حوصله جنگ و گریز و دردسر ندارن، اونایی که نرخ کار تو دستشونه، هر جا باشن اولویت واسه اونا حفظ جونه. ماده اول همگی تو خونه، تو جمع اعتراضی شبونه، مهمترین گزینه عممونه. ماده دو قدم زدن آروم و بی خشونت، تو پیاده رو حقش نشد برو تو حیات خونت. نگاه کنین به حال زار ما، ببینین افتاده فشار ما، با این سران بی بخار ما، همه بگین زنده با پلنگ صورتی. ماده سه سرودن شعرهای بنتنبونی، باید یه جور نشون بدی با همه مهربونی. ماده چهار ماشیک تو جیبت بذار، ولی یه وقت باش ننویسی شعار، باهاش بکش یه قلب و تیر رو دیوار. ماده پنج یه کاری کن کسی تو رو نبینه، سنگر رزم تو زیر زمینه، به این میگن جنبش بی هزینه. نگاه کنین به حال زار ما، ببینین افتاده فشار ما، با این سران بی بخار ما، همه بگین زنده با پلنگ صورتی.